سلام. در مورد مدل های جنراتیو صحبت کردیم. من حالا برای این که حالا دوره هم بشه یکم مثلا با مباحث قبلی آشناتر بشیم میرم سراغ یه مدل خیلی ساده وریشنال آتو انکودرها. ولی قبل از اینکه در مورد وی ای ها صحبت کنم بعد یه توضیح کوچیک در مورد آتو انکودرها بدیم. یا کنید مفهوم انکودر و دیکودر مفهوم حالا توی دیپ لرنینگ یا حالا خیلی بحثای کامپیوتر ساینس به معنیه شما یه دیتایی رو بگیرید انکودش کنید به یه چیز دیگه ای، خب، و بعد برای دیکود کردنش دوباره همون دیتا رو بگیرید و تبدیلش کنید به یه دیتای اصلی، به دیتای دنیای واقعی. خب به این میگن انکود و دیکود کردن. حالا آتو انکودر یعنی سلف انکودر، یعنی خود کد کردن. خب به مدل هایی میگن که خود دیتا رو میگیرن و سعی میکنن همون دیتا رو بازسازی کنن. ولی خب این به چه دردی میخوره؟ خب نگاه کنه، این یه شمایی از یه آتو انکودره. خب یه تصویری میاد داخل انکودر، تبدیل میشه به یه کد. خب بعد دیکودر این کد رو میگیره، سعی میکنه این تصویر اولیه رو بازسازی کنه. خب حالا نگاه کنید، این تصویر ما معمولا چند در چند این عکس 28 در 28 درسته؟ یعنی 784 مقدار. وقتی ما انکودش میکنیم تبدیلش میکنیم به چند مقدار؟ به 10 مقدار. بعد از اون دیکودر میاد چیکار میکنه؟ با این 10 مقدار اونو عکس رو بازسازی میکنه دیگه. خب پس مدل های آتو انکودر میتونن به چشم یک مدل های کمپرسور دیتا نگاه بشن. خب یعنی شما یه دیتا 700 مقداری رو گرفتید تبدیلش کردید به 10 تا مقدار، بعد با اون 10 تا مقدار تصویرتون رو چیکار کردید؟ بازسازی کردید. شما دیگه میتونید کلا این دیتا رو حذف کنید، این 10 تا مقدار رو ذخیره کنید با این دیکودر. این دیکودر این 10 تا مقدار رو میگیره، اون عکس اصلی چیکار میکنه؟ بازسازی میکنه. میتونید برای یه سری کار دیگه هم استفاده کنید. نگاه کنید، نویز. خب میشه گفت نویز یه جور اطلاعات اضافه است. خب شما میتونید یه عکس نویزی رو به یه انکودر دیکودر بدید، بعد از اونا بخواید که اون نویز رو حذف کنن. خب یا مثلا کار دیگه میشه کرد، مثلا عکس رو میشه رنگ کرد و اینجور چیزا. خب این ولی آتو انکودرها برای فشرده سازی خیلی کاربرد ندارن. دلیلش هم اینه که دیتا دپندنت هستن. خب یعنی مثلا شما اگه فکر کنید مثلا به واقعیت، شما میخواید مثلا یه سیستمی داشته باشید که دیتا رو فشرده کنه، درسته؟ ولی آتو انکودرها اول بعد برای شما یه دیتا ست جمع آوری کنید، بعدش میتونن اون فشرده سازی رو انجام بدن. برای همون خیلی از لحاظ یه ابزار فشرده سازی مفید نیستن. ولی خب به هر حال یه مقدمه خوبی هم برای حالا وی ای ها و وی ای ها به عنوان یه مدل های جنراتیو، ولی در کل کاربرد خیلی عملی ندارن. خب پس این میشه ساختار یه آتو انکودر. از دو قسمت تشکیل میشه، انکودر و دیکودر. انکودر دیتا رو میگیره و تبدیلش میکنه به یک کد. دیکودر این کد رو میگیره و سعی میکنه دیتای اولیه رو بازسازی کنه. خب بریم سراغ پیاده سازیش. سلام. بریم سراغ پیاده سازی. نگاه کنید، الان یه شماتیک میخوام یه آتو انکودر درست کنم. خب آتو انکودر مثلا چه جوری میشه؟ معمولا مثلا فکر کنید 7 تا ورودی دارید، لایه بعدی میکنیدش 5 تا، لایه بعدی مثلا 3 تا. خب بعدش لایه بعدی دوباره همین 3 تا ورودی تبدیل میشه به چه؟ به 5 مقدار. لایه آخرم اینو تبدیل میکنه به چند مقدار؟ به 7 مقدار ورودی. خب این میشه چی؟ میشه یا مثلا یا آتو انکودر دیگه، درسته؟ معمولا یه جوری، حالا من خیلی دیدم یه جوری قرینه میذارن آتو دیکودر و انکودر رو، ولی خب حالا لزومی نداره. خب پس من مثلا این 7 تا ورودی که دارم تبدیل میشه به 3 ورودی، بعد این 3 ورودی توی دیکودر، این قسمت میشه انکودر، این قسمت هم میشه دیکودر دیگه. این 3 ورودی میان تو این قسمت تبدیل میشن به 7 تا پیش بینی. حالا من همین کارو میام چیکار میکنم؟ با شبکه عصبی یه حالا دنس انجام میدم. خب بیاین از همین نوتبوکی که دفعه برای لایه های دنس نوشتیم استفاده کنیم. خب
من همینو کپی میکنم. خب ایوه شاید. اوکی. خب همینه دیگه. خب خوبه. نگاه کنید میام حالا همینو تغییرش میده به یه آتو انکودر. خب حالا کانکتش کنم. خب اول این، بعد من دیگه نیازی به نورمالایز کردن ندارم. نورمالایز برای تشخیصه، درسته؟ من الان نورمالایز کنم انگار عملا یه دیتا، یه قسمت از دیتامو حذف کردم. نورمالایز نیاز ندارم. میام حالا به جای فشن امنیست میام از امنیست استفاده میکنم. به نظرم تشخیص امنیست خیلی راحت تر حالا برای کار ما. حتی فرقی هم آنچنان نداره. خب دیگه چی؟ میام همون فشن امنیست تعریف کنیم چی میشه. امنیست دیگه خیلی پیش ما افتاده شدم. خب اینم از اینم از دیتا ست. تو کارهای جنراتیو نیاز به دیتا تست نداریم، ولی خب حالا برای آتو انکودر ولی نیاز داریم فعلا. خب گودایز اویلیبل دیوایس میشه جی پی یو. حالا فعلا این مدل رو بیخیال میشیم، میام یه مدل جدید تعریف میکنیم. اول من انکودر رو میخوام تعریف کنم. انکودر مثل همیشه از چی از ماژول اینهریت میکنه. خب بعد مثل کارهای همیشگی سنف خب این از این. حالا چیکار میکنم؟ میام یه چند تا لایه براش تعریف میکنم. خب چجوری؟ self.layers. چون لایه هم همه پشت سر همه، میام از تابع nn.sequential استفاده میکنم. تو با nn.sequential. خب حالا میتونم لایه هامو بهش اضافه کنم. این هر تعداد نکنید استار آرگومنت میگیره. خب یعنی هر تعداد آرگومنت که شما بخواید میتونید داخلش بذارید. چی بذارم؟ اول از همه nn.flatten درسته؟ بعدش nn.linear چند در چند 784 ورودی در 256 بود. خب بعدش چی؟ بعد nn.relu. خب این میشه یه لایه من. حالا میام همینو کپی میکنم. خب 256 128 128 64 آخریش هم یه سیگموید میذارم. خب که حالا مقدارهای کدم بین 0 و 1 باشه. لزومی نداره ولی بعدا میخوام یه سری پیاده سازی داشته باشم. خیلی بهتر اگه بین 0 و 1 باشه. خب دیگه چی؟ میشه انکودر من. بعد حالا میام ریترنش تعریف نکردم. مثل همیشه define return define forward چی میگیره؟ self و ورودی x درسته؟ میشه چی؟ return کن self.layers x. خب به نظرم همین خوبه. x رو میگیره توی این لایه ها به عنوان ورودی وارد میکنه، خروجیش هرچی شد ریترن میکنه. این میشه چی؟ میشه انکودرم.
حالا میریم سراغ دیکودر. همینو کپی میکنم. خب اسمشو میذارم چی؟ خب اسمشو میذارم دیکودر. درسته دیکودر. خب بعد سیکوئنشال دیگه فعلا نیاز ندارم. 64 مقدار ورودی دارم، تبدیلش میکنم به 120 تبدیلش میکنم به 128 مقدار. بعد این 128 مقدار رو تبدیل میکنم به چی؟ به 256 مقدار. 256 مقدار تبدیل میشه به چی؟ تبدیل میشه به 784 مقدار. بعد دوباره از این سیگموید ردش کنم، آره، که بین 0 و 1 میشه. و آخرش چی بذارم؟ آخرش یه ان آن فلتن بذارم. آره آن فلتن میذارم که با یه دیمنشن یک. آن فلتن چیکار میکنه؟ فلتن چیکار میکرد؟ عکس رو تبدیل میکرد به یه آرایه دیگه. آن فلتن برعکسش میکنه، یعنی آرایه رو تبدیل میکنه به یه عکس. خب بر اساس حالا به یه عکس، حالا نه به یه ماتریس دیگه. حالا چه جوری یه دیمنشن بعد بشه دیگه؟ میذارم 1 در 28 در 28 کانال و عکس اون 28 در 28 دیگه. درسته؟ این هم میشه آن فلتن. خب به نظرم همین تمومه دیگه. این هم میشه دیکودر من. ببینم سیکوئنشال درسته به نظر. خب بعدش نوبتش چی میرسه؟ نوبت به آتو انکودر هم. آتو انکودر. خب آتو انکودر باید چیکار کنه؟ بعد این انکودر و دیکودر رو بگیره ازش استفاده کنه دیگه. درسته؟ همین دوباره کپی کنم، چرا که نه. خب تغییر خاصی تا حالا نداشته با کارهای قبلی دیگه، نه؟ حالا ادامهش شاید یکم فرق کنه. آتو انکودر ان ماژول سلف دات لیر داده دیگه، لایه نیاز نداره. خب به جاش من چی تعریف میکنم؟ انکودر و دیکودر. سلف دات انکودر مساوی میشه با انکودر. سلف دات دیکودر مساوی میشه با دیکودر. درسته؟ حالا فوروارد اکس سلف دات لیرز. بعد حالا چیکار میکنه؟ اگه ورودی اومد بعد چیکار کنه؟ اگه ورودی اومد اول باید ورودی رو بدیم به انکودر. درسته؟ سلف دات انکودر چی رو میگیره؟ ورودی رو. خروجیش میشه چی؟ خروجیش میشه کد ما دیگه. درسته؟ بعد من این کد رو باید به کی بدم؟ کد رو باید بدم به انکودرم. درسته؟ به دیکودرم. سلف دات دیکودر کد. کد رو از انکودر گرفتم دادمش به دیکودر. خروجیش میشه؟ میشه output مساویه با، خب مساویه با این. بعدش چیکار میکنم؟ بعدش ریترن میکنم. ریترن کن output رو. این هم میشه چی؟ این هم میشه آتو انکودر من. خیلی راحت. خب اینم از این شد کل مدل من. نگاه کنید خیلی فرق خاصی با کارهایی که حالا قبلا کردیم نداشت واقعا. خب اینم اسمشو میذارم چی؟ آتو انکودر مدل تو دیوایس. دیکودر is not defined. چرا؟ دیکودر is not defined چون دیکودر رو اجرا نکرده. نفذها در سینپس. ببینم سامری چی میگه. فوروارد نداشتم یه جا. خب کجا نداشتم؟ سوال اینه. خب کد مساوی صفر داد انکودر. میگه انکودر هم فوروارد نداره. داره.
یه غلطیشو ببینیم. module encoder is missing the required forward function. درسته؟ خب من یه فوروارد ولی اینجا گذاشتم، چرا کار نمیکنه؟ بیام کارش کنم، بیام مثل قبل بنویسمش. فکر نمیکنم به اینش ربطی داشته باشه، ولی حالا محض احتیاط output دیدم اگه از این درست باشه که خوب میشه. درست شد. به دکودر هم گیر نداد که اینجوریه. شاید غلط املایی چیزی بیه. ببینم چی میشه. چرا سامری هنوز کار میکنه؟ خب اینم از این که در بخشش کار میکنه. خسته نباشید. خب اینم از این. حالا بیام 10 هیپوک تعریف میکنم. نگاه اینجاش مثل یه مدل معمولیه. خب بعد دیگه من به لیبل نیاز ندارم. خب کلا حذفش میکنم. بعد کلا لیبل ها رو اصلا نمیخونم، چون دیگه میخوام لیبل هم همون عکس هستن دیگه. درسته؟ آوتپوت میشه مدل ایمیجز، لاس فانکشن میگه آوتپوت رو میگیره و ایمیجز رو اپتیمایز، همین کارو تکراریه دیگه. ای بابا. خب یه جای مدل هم ایراد داره. اشکالش از کجاست؟ اولا یه اشکالش اینه که هیچ وقت وای نمیسته. اینو رو نگهش دارم و ببینم شاید اشکال از این باشه، از این دیکود، این تعریف کردنه. بالا ایراد گرفت، اینجا ایراد نگرفت. درسته؟ آوتپوت مساوی میشه با سلف دات layers x کنم. اول بعد رام کنم. خب ای بابا. خب اینم از این. به نظر همه چیز درسته. حالا اینو بیام به جای کراس انتروپی باینری چیز تعریف کنم، MSE راحت تره به نظرم. خب چون دیگه من مقایسه کلاسی ندارم دیگه. درسته؟ چی بذارم؟ MSE ما مین اسکوئر ارور دیگه. خب به نظر درست شد. خب حالا باید یه 10 هیپوک وایسیم. حالا من اینجا پاز میدم تا دوباره ادامه بدیم. خب ترینینگش تموم شد. حالا بیایم چیکار کنیم. من چند تا فانکشن دیگه نوشتم برای نشون دادن یه چند نمونه دیتا. خب این حالا فانکشن اول چیکار میکنه؟ مدل رو میذاره تو حالت evaluate، چند تا ایندکس رندوم هم انتخاب میکنه. خب میگه کدوم عکس‌ها رو من انتخاب کنم. بعد چیکار میکنه؟ اون عکس‌ها رو میده به مدل، خروجیشو میگیره. خب بعد یه سری کارهای دیگه هم انجام میده. مثلا آن اسکویز میکنه صفر. آن اسکویز صفر یعنی چی؟ یعنی عکس‌های ما خب دونه دونن دیگه. درسته؟ ولی ما وقتی به مدلمون میدیم مثلا 32 تا میدیم، یه دیمنشن بچ سایز هم داره. خب آن اسکویز میاد چیکار میکنه؟ یه دیمنشن بچ هم اضافه میکنه، یکی الکی هم اضافه میکنه. خب به دیمنشن. بعد اسکویز هم که میکنید اون یک کارو برمی‌داره. خب مثلا بچ سایز رو حذف میکنه، چون من یه دونه عکس‌ها رو خوندیم و پلات گرفتیم. خب ببینیم خروجیش چی میشه. این برای فشن ام نیست. نگاه کنین
عکس اولیه این بوده. خب این بازسازی ما بوده. عکس اولی حالا این بوده، بازسازی ما دوباره این اولی این بوده، بازسازی این. بد نیست. خب یه سری از الگوها از بین رفته، ولی وقتی شما مثلا 64 داشتیم دیگه، 64 مقدار داشتیم، عکسمون هم 784 مقدار بودن. خب ما 8% دیتا رو نگه داشتیم، عملا 92% دیتا رو فشرده کردیم. خب برای 92% خروجی خیلی خوبه واقعا. حالا اینا دیگه میبینید که یه سری از اطلاعات حذف شده. حالا جالب اینه خیلی این کارو با امنیس انجام میدن. خب و مشکل امنیس چیه؟ مشکل امنیس اینه که برای اینجور چیزا خیلی خوب جواب میده، ولی حالا برای خیلی دیتا ولی اون مدلایی که با امنیس درست میشن برای خیلی چیزا دیگه جواب نمیده. اینم حالا اومدم این قسمت نگاه کنید. این خوبی این مدل کد نوشتنمون این بود که میتونیم انکودر و دیکودر هم از هم جدا کنیم. خب اومدم چیکار کردم؟ به جای اینکه حالا این ایمیج رو به مدلم پاس بدم، اومدم به انکودرش فقط پاس دادم، خروجی رو گرفتم. خروجی میشه چی؟ وقتی به انکودر پاس بدیم میشه کد من دیگه. اینم کدشونه. این کدش 64 مقداری این عکسه. خب این عکس میشه تبدیل میشه این 64 مقدار. حالا این عکس دیگه، حالا این شبیه هم هست شده این 64 مقدار به همین ترتیب. خب جالبه عکسایی که مثلا شبیه هم کداشون هم یه شباهت، مثلا این سفیده رو نگاه کنید یه شباهتی با هم دارن، مثلا چند تا مشکی اینجاست، دوباره چند تا مشکی اینجاست. خیلی جالبه. آره. بعد بیام چیکار کنم؟ یه کار دیگه انجام بدم، یه کار باحال‌تر. خب من این عکس رو گرفتم، کدش هم دیدم. حالا بیام چیکار کنم؟ بیام انکودر رو حذف کنم، یه راست به دیکودر یه سری 64 مقدار رندوم بدم ببینم چه خروجی میده. خب این کاریه که حالا تو این قسمت انجام بدیم. نگاه کنید این حالا اینا نویز رندومه. خب ولی اگه نگاه کنید خیلی جالب، این یه شباهتی با یک کفش داره فکر کنم، اینم با یه لباس، اینم حالا با یک کفش. خب ایده وریشن آتو انکودر هم از همین اومده. نگاه کنید الان من اگه کلا انکودر رو حذف کنم یه دیکودر داشته باشم، خب اگه بهش یه سری حالا مقدار رندوم بدم بهم یه سری خروجیایی میده. خب یه خروجی که شباهتی با اون دیتا ست من داره. حالا مشکلش ولی چیه؟ نگاه کنید خیلی هم چیز به درد بخوری بهم نمیده دیگه. درسته؟ چرا؟ دلیلش اینه، نگاه کنید آتو انکودرها خب میان یه عکس رو به یه نقطه مپ میکنن، بعد انکودر میاد عکس رو به یه نقطه مپ میکنه، دیکودر میاد این نقطه رو میگیره تبدیلش میکنه به اون عکس. خب این فضایی وجود داره، فضایی که حالا ما بهش مپ میکنیم این فضا یه فضای به قول گفتن گسسته است. خب پیوسته نیست. یه نقطه اگه مثلا این وسط این نقطه انتخاب کنی تو این مثلا تو این فضایی که حالا فضای همه دیتا ست، فضای دیتای ما هستن، خب فضایی که دیتای ما بهش مپ شده، خب تو این فضا شما هر نقطه انتخاب کنی این نقطه با نقطه های کناریش هیچ ارتباط خاصی نداره. چرا؟ چون مپینگ شما مپ به نقطه است. عکس رو گرفتید به یه نقطه مپ کردید به 64 مقدار، بعد اون 64 مقدار رو دوباره تبدیل کردید به عکسی. درسته؟ هیچ این نقطه با نقطه کناریش هیچ رابطه خاصی نداره. VAE چی کار میکنه؟ میاد میگه آقا به جای اینکه این عکس رو بیای به این نقطه مپ کنی بیا به یه ناحیه مپش کن. باعث میشه چی؟ باعث میشه این فضایی که حالا ما منیفولدی که حالا ما داریم بهش مپ میکنیم فضای پیوسته بشه. خب بعد اون وقت حالا نشون میدم که این پیوسته شدن باعث میشه که شما هر نقطه‌ای که انتخاب میکنید یه جواب خیلی خوب بهتون بده. خب که حالا دفعه بعدی اینو نگاه میکنیم. اینم ایده خیلی جالبه حالا VAE ها بود که چجوری بیان این فضای گسسته رو پیوسته بکنن. فعلا